بشین عمل کنیم برو من. بله عمل کنیم. ما یک خط ما نوشته کنیم خط چی؟ حقوق داریم ما اشته حقوق دارم. اسم شما؟ عریضه. این میگه عریضه بگیم نوشته کنیم اسم شما چیه؟ اسم کی؟ اسم شما؟ اسم ما گیلک خب عریضی چی ماییم؟ ولد مراد عریضه ما که حقوق داریم لالا جو حقوق چی داریم؟ عریضی چی؟ محکمه ماییم، سارنولی ماییم، حقوق جزایی ماییم، دارالوکاله ماییم، چی ماییم؟ من نمیفهم ما برفتیم اینجا ما گفتیم که پولا مار بدم حقوق مار بدم من گفتم برای منیزه نمیشته کنین درسته؟ عریضی چی لالا جیگر؟ لالا عریضه ما که کوکو ما قبر نمیدم. خب یعنی جنگ شما سر میراث ایجاد جنگ بکردیم جنگ خلاصه ای اور بزن خب ای کاکا خور بزن میراث خور کینه؟ ما میراث خور من. اون میراث اسم خور شما چیه؟ میراث خور اونه. اسم من نوشته میل کلونترم ازی بگیم. گیلک ها؟ ولد مراد خب اسم مادرم هم زبیده اسم مادر شما لازم نیه. مادر منیه؟ نه. مادر کلون چی؟ نه هیچ فقط اسم ولد شما مهمه. شما خاطر چیکاری از مادر اینایید؟ کلون من نور بیبیه شما چه کاری از اینایید؟ کی چه کاری از اینه؟ شما مادر از این خوار منه شما برار مادر از ایناییم دیگه. برار مادر از اینه ماما از اینا میشیم دیگه. ماما میشه ها ماما از اینه اسم تو چیه؟ اسم کی؟ اسم از لالا. اسم گیپک. گیپک. خب شما از کی میراث ماییم؟ حق از ماییم؟ کوکو خو. تو چوب کو که صدا تو نامرم میشنوه داده داده تو چوب کو اسم من نوشته نمیکنن. داده چوب کو که بعده باشیم شما. نه چوب کو داده جیگ جیگ نزن